اینا سویت پوتیتو یا سیب زمینی شیرین هستن که امروز میخوام 2 مدل ساده و خوشمزه‌ش رو بهتون نشون بدم. یه مدل توفری تا حسابی کاراملی بشن، یه مقدارش هم آب پس کردم و به شکل پوره در آوردم. و خوب بدونید که سویت پوتیتو یه طعم شیرینی طبیعی و سبزیجاتی کمی شبیه کدو حلوایی یا هویج شیرین داره. برای مدل اول که توفری هست، پوست سویت پوتیتو ها رو بگیرید و برش‌های نازک رو داخل ظرف پیرکس بچینید و روش روغن زیتون، نمک، فلفل، پاپریکای دودی و پودر سیر بریزید. روش فویل بذارید، به مدت نیم ساعت داخل فر 200 درجه قرار بدید. بقیه سویت پوتیتو ها رو هم پوستش رو بگیرید، برش‌های درشت بزنید و با آب و کمی نمک بذارید روی حرارت 20 دقیقه نرم بشه و با کره و کمی شیر پورش کنید و نمک فلفلش هم با ذائقتون تنظیم کنید. اگه به این نوع آموزش علاقه داری حتما فالو کن. نوشه جانتون.